سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امشب من داخل این ویدیو لایک کامنت سابسکرایب رو بکوبید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر. این اولی رو زدم رفتن لابی. اگر میخواد لگ و فریزنشو باشه حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. اینو زدم بعدی هم یارشم از پشت اومد به منو بزن. خب بریم یه تک به 4 عالی بگو. اول اینکه این همون یارشه که اینم زدم. نگاه کن چجوری زدم بنده خدا رو. انرژیام ببخشید. خب برو بریم. ببخشید که صاف کنه اگر خب برو بریم. اینجا آرمورمو زدم رفتم و یار دیگه با اسمایت زدم. فقط ببینید چجوری زدم. این از اولین شات، اینم از دومین شات که بنده خدا فشار خورد دیگه چیزایی گفت و من الان ویدیو صداشو پخش نمی کنم. اینم میخواستم بدم ولی یارم که زدش فایده نداشت. دوباره یار دیگه هم پیدا کردم نخورد. این شات اولی، شات دومی خورد، سومی هم میخوره، اینم میزنه، اینم یه فشاری میخوره. یعنی اصلا کل اسکوادشون فشاری کردن با این بازی. خب اینجا رو که قبلا بهتون نشون دادم بروکن رو من زدم. نمیدونم اسمش بروکن بود. زدمش اینم زدم، این نخورد. یه شات دو شات دیگه تموم. این ارتش بیوایی رو اگر خواستید تو کامنت ها بگید و گانهای برتر سیزن رو بگید. گانهای برتر سیزن رو الان بهتون نمیگم. اگر میخوان تو کامنت ها بهم بگین. واقعا حمایت بزرگی که به کامنت بدین به من انرژی میدین که باز براتون بیشتر بگید. خب ببین این تاسیسکوپ رو ببین، یعنی هدشاتش کردم رفت بالا. اینو ببین نیت کشش کردم. یعنی بازی من با این سر حمایت نشی خدا میدونه وقتی یه چیزی سختی میکشم. خیلی دارم من هر روز کن دوسته تا ویدئویی میذارم ولی نمیدونم حمایت هر روز. یعنی کی کدوم میکنه که هر روز اینم نیت کش کردم. الان دیدیم دنسم زدم. اینم با بیوای زدم زیر اومد. یه ذره دستام لرزه نتونستم تو هوا بزنمش وگرنه براتون میزنم. شد خفنی شد. برو بریم لکس. این همون گلچین همین این ویدیو گلچین همین بازی. خب لایک رو بکوبید، کامنت هم بذارید. اگر میخواد توییت نشو باشین تا آخر این حالت رو نگاه کنید و آخر باز ویدیو بهتون میگم تضمینیه. یعنی اصلا هم براتون هیچ گوشی برای گوشیتون هیچ اتفاق نمیفته. خب اصلا خب اینم یادشون باشه. خب زدم که ویدیوشو براتون نذاشتم که خیلی تجربه عوض زدمش اصلا خوبه. خب اینم یه شد هوا هدشاتی بگولاش ارتش اچس دارم وانشات، بیوایم دارم وانشات، کریم هم دارم وانشات. همه رو بهتون میگم وانشات کریم افکان براتون ویدیوشو گذاشتم. ارتش رو بریم بسازید. اگر دوست دارین اچس و بیوایی بگم حتما تو کامنت بهم بگید. خب اینجا هم داشت میکنید در اصلا من نمیدونم میشهش کردم من داشتم فشار اینو زدم. این میلیو شات زدم یعنی دیگه کالا هست کنم. اینم ببینید بریم سراغ این هم زدم شطفان اجباری رسته شد. این که زده بودم اصلا اسم ریزرو که بام بهتون میگم دارم ویچواردن که هنوز ریزرو که ویچواردن هنوز رفته ولی رفته رو نمیگم بهتون نگاه کنید. این نگاه چجوری زدم. یعنی حمایت کنید
من بازی زیاد کنی ولی لایک ها به 20 رسید ولی سابسکرایب ها به 0 رسید. نیست هیچی نگفتم سابسکرایب ها به خدا اینا رو من آخه چجوری بعضی ها تو میگه چه هماهنگی من راست میگم آخه تو آرکاست راست چجوری من میتونم هماهنگی کنم داشتی کنم تو برو بریم چرا هماهنگی خودشون بهتون کار دادم برای گوشی لگ کاش لگ و فریت رو بزنم الان میخوام برای برم اجازه کنم لایک بکنید سابسکرایب هم فراموش نشه. لیتس گو بریم سراغ. خب اول میخوام با شما وارد تنظیمات سامسونگ بشید. هر سامسونگی دارید این اول من تنظیمات فارسی کردم که شما بهتر. خب شما باید آوری نرم افزار نگاه رفتیم این معلوم که من آپدیت همه چیزا رو آپدیت کردم اصلا دیگه لگم الان کم شد این باعث من بهتر از اون شده یعنی شما باید تا آخر آپدیت کنید اگر گرافیک بهتر نشد اینا بهتون نکاش میدم این تضمینه با نشید من میدونم گرافیک عالی یعنی گرافیک خوبی این هم آخرین نه خوشیدنش نرم افزار شما ببینید. خب اگه این راه هم جواب نداد میریم سراغ برنامه گوشیتون. اگه این راه هم بازم جواب نداد اینو تو آخری که جان دارید اینو آپدیت کنید چون این همیشه یعنی هر یه هفته آپدیت میده بعد اینجا که زمین از طریق این وارد کالاف میشید لگو کم. بعد اگر این اتفاقا بازم نشد این ستایی که میگم کاری که اول گفتم و بلاوه اینو این برنامه که میگم ویریوس این نوشته بالاش بزنید داخل بازاری یا داخل گوگل یا داخل گوگل پلی دانلودش کنید اسکن میزنید این الان باید درستش میکنه این هم خب سومی روش چهارمی روش هم حافظه گوشی کنید سرمش کنم حافظه گوشی من حدود 48 گیگ است 48 گیگ کاربرد متوسطیه من فایده اونجا رو دانلود کردم میتونه رفته بالا. بعد سعی کنید اگر سایرون اینا دانلود کردید برید اگر میخوان کالا خیلی لگ نگیر اگر میخوان سایرون اینا دانلود کردید حجمش گوشید بره پایین لازم به حذف کردن کال آف دیوتی موبایل اینجا برنامه کال آف دیوتی موبایل پیدا میکنید نگم دارید اطلاعات برنامه رو میزنید اطلاعات برنامه رو روی توقف اجباری کلیک میکنید این پنجمی رفت. خب توقف اجباری کلیک میکنید دوباره کار از اول میاد بعد وارد اکانتتون میشین همه اینا که دانلود کردید پاک میشه. خب ممنون که از ویدیو نگاه کردید لایک کامنت سابسکرایب رو بکنید.